به روی تو خورشید جهانسوز مباد، هم به تو چراغ عالم افروز مباد. به وصل تو کس چو من بدآموز مباد. روزی که تو را نبینم، روزی که تو را نشنوم، آن روز مباد. برای من از روز اولی که از سال 1977 به این درگاه مقدس قدم ماندم چون دانشجوی کورس پنجم، تا به این دم انا همون درگاه مقدس رو میماند و به خود به یادم و برایم همچنان هست که اگر یک روز این درگاه را ندرایم، از آب و هوایش نفس نگیرم، با دو سه همکارم شاگردم هم سینم هم صحبت نشوم، آن روز برای من روز نیست. هر یک کارمند رادیوی تاجیکستان که دل و جانم، وطن من رادیوی تاجیکستان است، وطن من تلویزیون تاجیکستان است. من در اینجا دل ماندم، لخت جگر ماندم، همه چیزا یافتم از اینجا. برای من پیش از تاجیکستان وطن من بودن، اینجا وطن من است. برای من از وطن کنده نکرده ایستادم، این پروردگار هیچ وقت از وطن کنده نباشه. تمام آرزو امیدهایی که در دل داریم همه عمل بشن و یکی قلم به دستان رادیوی تاجیکستان تمام کارهای علمترین جهان را تمنا میکنم. شیشه ننگی مرا هر سنگ نتواند شکست، حیف سازم خشت را با قدرتی یزدانیم. پشتی آن 70 پشتم خاک بوسی را ندید، من فریدونی بدخشی رستمی ختلانیم. از بلاها و قضاهایی که آمد بر سرم، در پناهش داشت ارواحی علی ثانیم.